سلام دوستان عزیز، من شیرین هستم و یک دوره آموزش زبان اسلوونیایی رو برای شما آماده کردم. هدفم این هستش که شما تو این دوره با مقدمات زبان اسلوونیایی آشنا بشید و بعد روی 2 کتاب از سطح یکم هم کار میکنیم و بعد از این سطح، یعنی 2 کتاب سطح یک، شما یه آمادگی براتون دوره‌ای رو خواهم داشت تا بتونید برای امتحان حاضر بشید و ازتون خواهش میکنم که درس ها رو واقعا پیگیر باشید، هر درسی رو چند بار گوش بدید و مطمئناً بعد از این مشکل نخواهید داشت. یه نکته دیگه هم که برای دوستان زیادی این امکان وجود خواهد داشت یا در حال حاضر وجود داره که برن تو دوره‌های آموزش زبان اسلوونیایی شرکت کنن، دوره‌هایی که به هر شکل براشون فراهمه. اما چه بهتر که شما وقتی به یک کلاس یا دوره‌ای میرید برید در آزمون ورودی شرکت کنید و بیاین در یک دوره بالاتری شروع کنید، نه اینکه برید دوباره از حروف الفبا شروع کنید توی کلاسی. پس این بخش گرامر خیلی مهمه، بهتون کمک میکنه که شما بتونید نمره خوبی بگیرید و توی سطح بالاتری شروع بکنید. دوره ها رو حتما برید و تو سطح بالاتر. خیلی خوب، پس کلاسمون رو با هم دیگه شروع میکنیم و تمام ویدیوها هم روی وبلاگ من هستش، پیج رسمی صفحه پارسلو، و همینطور هم در یوتیوب خواهد بود. ازتون هم خواهش میکنم که ویدیوها رو روی یوتیوب ببینید، اینها رو به هر شکل کپی نکنید، توضیح هم نکنید، اجازه این کار داده نمیشه. خیلی خوب بچه ها، مرسی. با هم دیگه دوره ها رو شروع خواهیم کرد و میریم جلو. امیدوار باشید با سعی، با دقت، با تلاش کار نشد نداره. زبان سختیه ولی ما میتونیم. خیلی خوب، پس به زودی میبینمتون. خداحافظ.